تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی و مرکز آمار دولت نهم استخراج شده‌اند. فکر می‌کنید هر یک از دولت‌های بعد از انقلاب در برابر هر 1 میلیون دلار درآمد نفتی چند شغل جدید ایجاد کرده است؟ دولت آقای موسوی به ازای هر 1 میلیون دلار 17 نفر. دولت آقای هاشمی 26 نفر. دولت آقای خاتمی 23 نفر. و دولت آقای احمدی نژاد رکورددار بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران کمتر از 5 نفر. بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران سر به چه کاری شده؟